با بنیان بالای دنغره خوش آمده به هر دو سعادت میدانداری بخت و اکرام و عزت و شرف یار جشن قواهای مسلح در تاجیکستان مبارک تحفه های فیض‌الدین به نفر پیروز نصیب گردد آمین الله اکبر بخت و اقبال فدراسیون 15 دقیقه اگر 15 دقیقه هم نتیجه بخش نشد 5 دقیقه نقطه رویتی در نظر است از همین نقطه نظر خواهش میکنم با وقت اعتبار بگوید به هر دو پهلوان مقتدری به بجامه این با چند لحظه فیروز میلی بزرده انگشتنگیری خوبه Acá, vamos provar telefone da câmera aqui. میدون یک لحظه را ممکن فضای تماشا خوبتر شده این مردم به خاطر ورقه را در دست خزینه دار سپاریدم چی نوشته بود؟ باز میام شاهد اینجا بیاد پسر پروفسور غنیف پهلوان مصطفی غنیف و حیدر سید کبیرزاده شدماوی هم دوشنبهشون هر دوشنبه ما خواهشمندیم بچه هایی که هم سید حیدر هم حیدری شدماوی فردوسی نسیم کی هستی؟ تیمور رحمت کنی مردی نتیجه بهتره در کراش من خود کرد عضو منتخب گشتنگیری تاجیکستان هست بچه هایی که وزنشان گرانتر هستند در گشتنگیری خواهشمندیم یک بری دیگر که نزدیکتر بیاد به معرکه با بچه های ازبکستانی گشتنگیری دارم نمیده دعوت کردیم این گفت سریع میدونم که جمعه خود این بچه که شهرت هر دمیان یک مکافات من یک تلویزیون اینم بچه نغز است اینم بچه خوب است نه تاکی تری استویر مون این گر سر کراش مون این سوزه که بشه این استاندارد نشد منکور لایق قطب‌الدین زاده خیلی سرعت خوب داشت پرتاشت پهلوان ازبکستان حلال اولوغبek غزل شریف نظری خورشید مجیدوف کیم بچه های دردخان قربان علی بچه های با اسرائیل نعمتوف کیم دیگه همه غزل اولوغبek بچه ها رو همه شا گفتیم خواهشمندیم ایسایستان نزدیکتر شده با بچه های ازبکستان گشتنگیری نمتون پنشیر از ناحیه شهر دوشنبه فیض‌الدین انا موسی غنیف
شهر دوشنبه شهرت خزانه‌دار مسابقات یک تلویزیون تحفه هر دو اینا داور بیکار هست خسرو جان بچه ها رو وابسته کنید این همی خیلی طرز گشتگیری آرامی برای ما خود نه تمام دو دانه باید پوست انم بچه های تاجیک ازبک مایدان هازی کفایه پهلوانای نرزن من گوشنگی می‌خندیدم بچه های ازبکستان ما یک لحظه ایستن سراسی من شناس همه جاش هم بگیره این از زوب تجربه رئیس فدراسیون گوشتنگیری منطقه رشت لایق زاده محمد صفی و امروز ما در معرفی گوشتن اجدادی خیلی بسیار هم با افتخار از زحمت های پیشوای معظم ملت رئیس شهر دوشنبه سخن میگویم که ما رو هم در عرصه جهانی اعتراف کردند هر فرد توجد نمیدن و تبلیغ آن را در داخل و خارج مسئولیت ما معرفی کردند. عرض تشکر به پهلوانان و مردم دهه بننگ و ناموس و ورزش دوست بلوان بالای دنوارا نشده موسی خان غنی در یک فرصت خیلی هیجان آور بوده خوشی حال استاد محبوب ما تبرعلی غنیف حد و کنار ندارد هم موسی خان و هم غنی جان غنی و فرزندان استاد ارجمند ما در گشتنگیری در جدا در کورش خیلی صحافات خوب دارم تشکر انا پنشر هم جوانمرد اصیل ورزشگری سفید پوش شهر دوشنبه و کارمندان عزیز حفظ حقوق هم تشکر برای انتظام برای ترتیب درست و همین بچه هایی که نامشون نمیدونم هم صنفای که فایزالدین بچه های بننگ و ناموس و با احترام بلوان بالا اول کار کم طرف مشکل تر بدن آداب درست شده همون کجایی که مهنت زحمت که پیوسته شد نتیجهش بهتر میشد انا بخیر ترتیب کار یک کم تر مشکلی در همه بچه های پریچوسکادور بود ولی اساسا کارش حیات مکمل به ها گذاری بکنم به هر دو وقت کم ترک وقت به نظر گیرید که حالت های لجنی اتاکا فرصت های دور میگردن اونو هم از استثناء دورن بهار نهاپا خود جانا یک کلکوبی با افتخاری هم عزیزی ازبکستان هم عزیزی تاجیکستان خوش آمدید با ایدی با شکوهی قوه‌های مسلح با بلوان بالای دنغرا
10 минут дар навори Муҳаммадҷон Нурифай ана ӯ фургардишону ҳаракатҳое ки кам вай доранд исторонро онара сарфи назар мекунем фақат вақти холӣ خب کی حیدر سرکردزاده این انگشی خطی خلموش این بامه حیدر ها جون شده ایکی سعید رحمان هم میگشیم حیدر هم اینجا بچه های ازبکستان از سنازی رو انتخاب شما برای ما مهم نیست یک فرید از نورآباد سعید رحمان از حصار شهرت اینا این بچه هم نغز گوشتن میگیرن هر دوشان یک تلویزور توفه هر دومه رستم نشد 10 دقیقه به هر دو وقت سعوده دستشون بردارین فهمونین بچه مهمان عزیزه که وقت 10 دقیقه است که بچه 10 دقیقه وقتی الهیده داشتیم وقت رفت حتی نگیری اول پشت بگیرم تن پشت بلر کن که تمام بابا از